سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو از چنل من. امروز تو این ویدیو قراره بریم یک سری از چیزا در مورد کهکشانمون یا کیهان بهتون بگم و خلاصه امکان داره از سیاه‌چاله ها، قمرها، سیارات و اینا باشه. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و از هم مهمتر سابسکرایب کنید تا بریم ادامه ویدیو. خب بچه ها، بریم با قدیمی ترین سیاه‌چاله جهان که توسط انسان تونسته رصد بشه شروع کنیم. قدیمی ترین سیاه‌چاله کشف شده توسط انسان مربوط به 470 میلیون سال پس از انفجارشه. اعتقاد بر اینه که جرم اون بین 10 تا 100% کل ستارگان کهکشانه و حدود 13.2 میلیارد سال سن داره. این رصد توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب و رصدخانه اشعه ایکس چاندرا در سال گذشته ثبت شده و با بررسی‌هایی که انجام شده مشخص شده که این سیاه‌چاله کمتر از 500 میلیون سال بعد از بیگ بنگ متولد شده. هرچند ممکنه که تو زمان حال این سیاه‌چاله یا نابود شده باشه یا بسیار بزرگتر شده باشه، چرا که ما نور 13.2 میلیارد سال پیش اون رو دریافت می‌کنیم. این عکسی که می‌بینید مربوط به شفق سرخ بر فراز ایتالیا بر اثر طوفان خورشیدی تو شب گذشته بوده. و بریم عکس بعدی. عکس بعدی در مورد تلسکوپ ها. بچه تلسکوپ ها مثل ماشین های زمانن. به عنوان مثال این تصویر هابل کهکشان NGC 5643 رو نشون میده. این کهکشان در فاصله 60 میلیون سال نوری از ما قرار داره. این بدین معناست که تصویری که ما میبینیم مربوط به 60 میلیون سال پیشمونه. اگر بیگانگان توی یک کهکشان دیگه باشن و همزمان با تلسکوپ‌های قدرتمندتر از تکنولوژی ما به سیاره زمین تو راه شیرین نگاه کنن، تنها 5 میلیون سال از انقراض دایناسورها گذشته. خب بچه‌ها، بریم سراغ بزرگترین و مرتفع‌ترین کوه منظومه شمسی. این عکسی که می‌بینید مربوط به مرتفع‌ترین کوه منظومه شمسی. همونطور که میدونید مرتفع ترین نقطه زمین قله اورست تو رشته کوههای هیمالیا است که 8849 متر هم ارتفاع داره. اما اورست در مقابل کوه اولمپوس تپه خاکی بیشتر نیست. در حقیقت این کوه عظیم الجثه چیزی حدود 27 کیلومتر ارتفاع داره و از نظر منظر و مختصات ژئوتیلیک بیشتر از 21 کیلومتر ارتفاع داره. به عنوان مرتفع ترین کوه منظومه شمسی رو به خودش اختصاص داره. اگر جو مریخ قابل تنفس بود، برای صعود به قله به لباس فضانوردی نیازش. بچه‌ها این دو تصویری که می‌بینید توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب گرفته. تلسکوپ فضایی جیمز وب این بار به سمت سحابی یا حلقه سحابی نشان رفت و زیبایی و شکوه‌های آن را بیش از پیش نشان داد. حلقه سحابی یک سحابی سیاره‌ای است که در اصل به دلیل داشتن ظاهر شبیه به سیاره از طریق تلسکوپ‌های کوچیک نامگذاری شده. خب بچه‌ها، رسیدیم به آخر ویدیو و موضوع اصلیمون. این ویدیویی که الان قراره مشاهده کنید در مورد به اتمام رسوندن یا به اصطلاح تمام شدن کهکشان قراره بهتون بگم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگر خوشتون من حتما لایک کنید، کامنت بذارید و از همه مهمتر ساب کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. برخلاف اذهان عمومی، کیهان ما عمری بی‌نهایت ندارد و در نهایت جهان ما نیز به پایان خط خواهد رسید. در این مستند کوتاه چند فرضیه مشهور در رابطه با نحوه پایان یافتن کیهان را بررسی می‌کنیم. فرضیه بیگ. دانشمندان معتقدند که جهان ما مانند بادکنک است و از لحظه بیگ بنگ این بادکنک شروع به باد شدن و انبساط می کند و در نهایت ظرفیت بادکنک به پایان رسیده و منفجر می شود. رامش بزرگ. انبساط جهان از همان لحظه انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ آغاز شد و تا همین لحظه ادامه دارد.
در این نظریه عنوان می شود که انبساط جهان رفته رفته کند و در نهایت متوقف می شود. اما این آخر کار نیست. در آخر که انبساط جهان متوقف می شود، جهان شروع به انقباض یا بسته شدن می کند تا جایی که به همان نقطه شروع برسد. این یعنی پیروزی جاذبه بر انرژی تاریک. یخبندان بزرگ. در این نظریه برخلاف رنبش بزرگ، انبساط عالم نه تنها متوقف نمی شود بلکه افزایش می یابد و بزرگ و بزرگتر می شود. در واقع طبق قانون دوم ترمودینامیک با گسترش کیهان آنتروپی مدام افزایش می یابد و با پخش شدن و دور شدن ماده و گرما جهان رو به سردی می رود و در نهایت دمای کیهان به صفر مطلق می رسد و همه چیز منجمد می شود، حتی ذرات تشکیل دهنده اتم. این یعنی پیروزی انرژی تاریک بر جاذبه. سال هاست که اخترشناسان سراسر دنیا تلاش های بیوقفه‌ای کردند تا متوجه شوند چه سرنوشتی در انتظار جهان ماست. در همین راستا محققان میانگین چگالی جهان هستی را محاسبه می کنند. اگر جهان به اندازه کافی چگال باشد، آنگاه ماده و گرانش کافی خواهد بود و رنبش بزرگ سرنوشت کیهان ما خواهد بود. اما اگر جهان به اندازه کافی چگال نباشد، آنگاه ماده و گرانش کافی نخواهد بود و یخبندان بزرگ سرنوشت کیهان ما خواهد شد. چگالی مناسب کیهان 6 اتم هیدروژن بر متر مکعب است. اما ماجرای کیهان به همین جا ختم نمی شود. در همین بین کشف 3 دانشمند همه را حیرت زده می کند: ساول پرموتر، آدام ریس و برایان اشمیت. آنها طبق تحقیقاتی که کرده بودند متوجه شدند که انبساط جهان نه تنها کند نمی شود بلکه با سرعت فوق‌العاده بالا در حال افزایش است. کشف این 3 دانشمند در نهایت منجر به دریافت جایزه نوبل در سال 2011 شد. جامعه اختر فیزیک از اینکه دنیا در حال متلاشی کردن خود است بسیار متعجب شدند. بنابراین فرضیه جدید متولد شد: گسست بزرگ. در گسست بزرگ کهکشان‌ها با سرعتی بیش از سرعت نور از هم دور و در نهایت بافت فضا زمان پاره پاره می شود. عجایب کیهان ما هرگز تمام شدنی نیست و نوع بشر تا لحظه پایان یافتن عمر کیهان همواره حریص برای اکتشاف کیهان است. تا درودی دیگر، بدرود.